سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان شبکه فیسبوک. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. من یک خطاب بگم یا مراجعت به فیک های شرمنده و متهم کردنی است. و طول چندین روز شد که در همین فیک ها میبرند بسیارتر در شبکه های فیسبوک اصلا تحقیر و دشنام ها میکنن که شما بیسواد، شما یگون چی نداره، نمیدونه و سیاست کارتو به سیاست نباشه. و من با اون نفرات چی گفتنی هستم؟ من اصلا خودم یک مهاجر کاری هستم، در فدراسیون روسیه کار میکنم و تا امروزه از کسی بگم که سوم طلب نکردم، یا که بعضن ها میگن که تا برای کانال یا که یوتیوب، فیسبوک هر گپا میگن مثلا که تا گویا یگون خوجه خارجی داری یا که یگون کس ترا کمک میکنه، تا همه خلقتی میخوایی که پول کار کنی. و من یک چیز گفتنی هستم که من در فیسبوک بگم که یگون پولم کار نمیکنم، در یوتیوب هم یگون پولم کار نمیکنم، چون که اون نفرایی که در یوتیوب کار میکنن اون نفرها چیکار میکنن؟ اونها رکلام دارن در شبکه‌اش. مثلا همون بلاگرو را شما نگاه کنه، نظر کنه، یا یک رکلام گرانیتسا دارن یا دوخیه شامپونه صابونه، خلاص یگون رکلام دارن، از حساب همون رکلامهاشو چیکار میکنن؟ پول میگیرن. اما ما تا امروزه در همون کانال حقتجه چی نوار پخش کردیم و اون نوار هم در بیناش و در اولاش در آخریاش یگون بگیم که چی ندارم، رکلام ندارم. مادامی که رکلام که نداشته باشم، پس بدونه که اون کانال بگیم که با اون کانال سوم کار کردن نمیشن. و بسیارم بگم که نوارهای ما را کسی که تماشا کرده باشه، مشاهده کرده باشه، او یگان منتج هم نیستن، یگان چی هم نیستن. بسیارشان ما صحبت میکنیم و میخیل بگم که صحبت به یگان قیچی زنی، به یگان چی مثلا میپتیم. و بعضی نفرهایی هستن که مثلا بلاگرو باشن، کسی که باشن، اون نفرها چیکار میکنن؟ گپاشو منتج میدن یا که یگان رکلام ها در بین ویدیوشو میمونن. از همون لحاظ شاید که یگان بگم که پول کار کنن. و با اون فیک هایی که بگم که متهم شرمنده گفتنی هستم که مادامی که شما مرد باشه، مردک باشه، بگذار ما از بیرون از تاجیکستان صحبت میکنیم. شما از همون داخل تاجیکستان که هسته طرفداری از همه حکومت میکنه، طرفداری از همه رحمانوف میکنه، پس به شما از همون داخل مردم، از داخل تاجیکستان مردم چیکار کنی؟ با چهرهای آشکاری خود چیکار کنی؟ تبلیغ ببره که مثلا ما حق نمیگوییم، ناحق هستیم، یا که دروغگو هستیم، یا که اغوا میاندازیم. خیلی چه چیزی که میخواد بگی فقط آشکار بگی. و نمیدونم اون نفرهایی که در شبکه فیسبوک میروی با چهرهای مستعار یعنی فیک میروی، بیای همو رحمانوف و همو کمیته امنیت و همو وزیر کارهای داخلت و همو یک میده آبروی داره، همو آبروش را چکار کنی؟ بگیم که نریزونی. و من تا این روزه من برای یگون چیم بگم که من برای خاطر وطن، ملت، مردم تاجیکستان مبارزه را به ضد آزادی، به ضد آزادی بیان، به ضد کروپسیا، به ضد ناعدالتی های حکومت رحمانوف من بگم که بدون پرده با مردم صحبت کردم. و مرا هیچ کس پولم نمیده. تا این روز من از کسی هم پولم نگرفتم و پولم طلب نکردم و در آینده هم انشالله نخواهم طلب کرد از یگان کس که بیای شما برای خدمت های من، برای سخن های من شما پول پرداخت کنید. و همین را گفتنی هستم. نسبت بنده چه تهمت هایی میکنید قدم بگیرید، چون که این حرف های ما راست هستند و حقیقت هستند و مطمئن هستم که امروز نرسد سخن ما، فردا به نسل جدید میرسد که پس فردا فرزندهای ما، نبیره های ما وقتی که ببینن که تاریخ که نظر بکنن، نگن که یک دیکتاتور در جمهوری تاجیکستان هم را غصب کرده بود، گرفتگی بود و یگان نفر نبود به اصطلاح امروزه که هم مرد بودن به ضد این فرام، به ضد این
دیکتاتور بگیم که صحبت نکردم و ما از همین لحاظ میخواهیم که آشکار به ضد همین دیکتاتور بگیم که صحبت کنیم و چهره های پلید اینها رو در جامعه جهانی بگیم که آشکار بسازیم و نفرای میگویند که شما چه خدمت کردید به این تاجیکستان و مردم چه خدمت کرده. من فکر نظر خودم میگم و خدمت های خودم و نمیخوام که به عزت نفسی اولا به عزت نفس کسی برسم و من خدمت های میکنم که شاید که در آینده او خدمت ها را یا که بگیم که مردم در نظر بگیرن. ببینید وطن های عزیز خدمت های ما میکنیم که بدون پرده در یک فضای مجازی بدون پرده ما همه را میگیم، آشکار میگیم، چه دزدی باشه، چه غارتگری باشه، چه چیزی باشه ما بدون پرده چکار میکنیم با مردم رسانوی میکنیم، در کامنت ها باشه، چه به طریق ویدیو باشه، چه چیزی باشه بدون پرده بگیم که ما با مردم میفهمونیم و همین هم یک خدمت برای ملت و وطن که ما بگیم که بدون پرده با مردم فهموده هستیم. حتی نفرهای هستن که با همون فیکیش و با همون وطن دوستداریش و چکار میکنن حتی جرأت نمیکنن که در همون کامنت در همون چی رحمانوف دیکتاتور یا که رحمانوف ظالم بنویس. ببینه که تا چی درجه را مقصد که بگیم که میترسن و جانهای خود گفته گپا که از همه چی بالاتر میدونن بعضی که دزدی از غارتگری است، ناعدالتی است و حتی بگیم که جرأت نمیکنن و نفرهای میگوین که شما از دور گپ میزنید، از دور چی فایده میگیرید. ببینه هموطنان عزیز، ما اگرچه از خودی بنده در فدراسیون روسیه هستم، گرچند که از تاجیکستان هزارها کیلومتر دور باشم و ببینید ما تاریخی از زمان پیغمبران را ورق نمیزنیم، از زمان صحابه را ورق نمیزنیم، ما تاریخ 100 ساله حکومت شوروی را ورق میزنیم. ببینید که لنین کی بود؟ لنین یک اپوزیسیونر، یک ریولوسیونری اتحاد شوروی بود که ببینید که همون نفر چیکار کرد، رفت از همین روسیه گریخ، رفت آلمان رفت، در اروپا رفت، از همونجا اومد چیکار کرد، یک ایمپری بگیم یک ایمپری پادشاهی و اولادی روسیه را چیکار کرد، از بین بود. پس اون نفرایی که میگه که شما نمیتوانید یا که این رژیم چپ نمیتوانید یا که این اولاد از بین بودن نمیتوانید، پس نظر به تاریخ لنین میکنه که پس یک نفر توانست که یک روسیه بزرگ رو، یک بگیم که ایمپری اولادی رو از بین بود و چندین کشورهایی که بگیم که در اتحاد شوروی بودن اونها رو چیکار کرد، قبض کرد، گرفت. یک لنینه که امروز شما دعوا میکنه که از دست شما هیچ کار نمیکنیم. اگر که ما با تاریخ لنین ما اگر بگردیم نگاه کنیم، در اون وقت بگیم که قلم روچکه و بگیم که دعوات خیلی بود، حتی بگیم که اینترنت ها نبودن که زترک با مردم آگاه کنیم، مردم هوشیارشان. اما خوشبختانه امروز فضا را داد است برای ما این فضا را باید همچون یک نعمت استفاده بریم و باقی همین سخن گفتنی داریم که سلامت سربلند باشه که نوارای ما را تماشا میکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.